سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومد به کانال خودتون. اومدیم به ویدیو جدید بچه‌ها. امروز اومدیم آموزش هدشات زدن رو بهتون یاد بدیم. بعضی گفته بودن که پنلا کار نمیکنه پی وی تلگرامم و اومدیم اون مشکل رو حل کنیم. آموزش هدشات زدن بچه‌ها، چه چیزایی لازم دارید، چه چیزایی میشه رو موبایل زد و چه چیزایی استفاده میکنن موبایل پلیر ایرانی یا خارجی که اینجوری هدشات میزنن. بچه من بدون پنلم راحت میتونم دقیقا مثل پنل هدشات بزنم. حالا نماد من نیست، همون اچودی، یعنی من هر جوری باشه یعنی تیرم هد میخوره. خب یعنی بدون الان پنل نیستم، جلو خودون اومدم کلین الان این کلین منه، اشتباه شد یه دونه بود نگرفت. خب بچه امروز اومدیم با آموزشش. الان کلینم چجوری تیرم اینجوری میخوره؟ خیلی از سواله همتون اینه. حالا یوتیوبره که حالا اسم میبرم الان دیگه، مثل موری وایتی یا آقای مستر کیلر و حالا اسم بردم، حالا بهشون برخورد یا نمیدونم با اون تعریف کردیم، گفتیم موبایل پلیر خفن. بچه الان مثلا میبینید من اینجوری هد میزنم، حالا تو پنل میزنی قفل میکنه دیگه. حالا اینجوری بازید اینجوری باشه قفل میکنه. بچه چه چیزی استفاده میشه؟ یکی ست ادیته، براتون برید تلگرام، حالا من اینجا نیست، برید تلگرام یک کد براتون میذارم، اون کدو داخل برنامه ست ادیت که فایلشو نه بچه‌ها، میری تو گوگل پلی سرچ میکنی ست ادیت برات میاره، یعنی چیز خیلی ساده ای. این کاری میکنی، ست ادیتو نصب میکنی، کداشم میزنی. یعنی وایسی من خودم براتون این کار انجام بدم. میری وی پی ان رو روشن کنی، بچه‌ها باید وی پی ان روشن باشه. حالا گوگل پلی اونایی که نمیدونن گفتم دیگه همه چی کامل بهتون بگم. میری داخل گوگل پلی، اینجا سرچ میکنی ست ادیت، اینی که امتیاز 3.8 اینی که پولی هست نه بچه، اینو میگیرید. اینجا را در مورد اینترنت حرف زده، حالا من نمیدونم کاربردش برای اینترنت چیه. اینجا برای اندروید 13 و 12 11 برای 14 کار نمیکنه. اینجا کد گذاشتم، یعنی تو اون کدی که گذاشتم یه کد گذاشتم، جلوش یه مساوی گذاشتم، بعد دوباره یه کد گذاشتم. اون کدو میزنید، مثلا حالا اولیش مثلا عدد 1، بعد اون عدد مثلا جلوش زدم ترو یا مثلا عدد 99، حالا اولیه بیشتر پسونده. اینا رو داخل این وارد میکنی. من حالا خودم حالا یکی وارد کردم، الان دیگه خودم اون سدیت دارم، همونم براتون میذارم. بعد تیراتون حالا بهتر میخوره. این یه چیزی که موبایل پلیرها استفاده میکنن. یه چیزم اینه، حالا اگه گوشیتون نمیکشه هیچ وقت گرافیک استاندارد نذارید، حالت استاندارد یا اولترا بذارید یا اسموث. اینم سنس منه، این سنس رو کل یوتیوبرها استفاده میکنن برای موبایل، یا این سنس برای همچین گوشیه، یا این سنس اگر کنتر پلی میدید بیشتر میکشید بالا به گوشی فشار میاری، این سنس. حالا اینم میخوره تیراش از قبلی بهتره، ولی خب قبلی برای فاصله نزدیک هم تیرت هد میخوره. آره بچه این داستانشه، حالا دارید میبینید دیگه و اینجوری هد میخوره. ببین حالا تو مثلا پنل هم میزنی بهتر میشه، یعنی بهتر هد میخوره. مثلا الان حالا پنل رو میزنم که بعداً براتون میذارم داستانشو. کجاست؟ اینه داشته. این پنل رو کمتر کسی داره، من نمیذارم فعلا. هر وقت رسیدیم 200 ساب من میذارم. الان 120 خورده حسابیم، شاید هم شدیم 130 تا نمیدونم. اینو بچه ها میزنید، همه چی رو فعال میکنید. اینجا رو فری فایر میزنید، میاد تو فری فایر. خب الان تیرا چی میشه؟ بهتر میخوره.
حالا اون سنس خودم، یعنی من سنس خودم و یوتیوبر هست. حالا دوست داشتید اینو الان یا یکی دو تا وس میخوره یا همش هده، یعنی در این حده. الان هم روی این آدم ها یا بوداش اصلا رد نمیده. بیا بچه روش درست کشیدن بالا هم بهتون میگم بچه. دکمه تیر دون اونایی که رد بیشتر، یعنی میخواد گنده تر، حالا من میرم روی اینها، میخواد گنده تر باشه بذارید روی 49. اونم که میخواد کوچیک‌تر باشه بذار روی 39. اینا بهترین نشه. من رو 42 پلی میدم. بعد بچه این دکمه فار چپتون، این دکمه تیر کوچیکه رو میبینید گذاشتم بالای همین این دکمه، یعنی اون دیگه لازم نیست بکشی بالا. اونم میذارید یه تیری که بهتر هد میخوره، اونم باید بذارید. بعد دیگه چه داستانی هست بهتون بگم؟ بچه دارم فکر میکنم ببینم چی هست بدون بگم. آها، و اینکه نامه بالا کشیدن یکم اینو میبرید تو ثانیه، بعد اینو ببرید پایین و بالا بکشید. یعنی چه جوری؟ اینجوری. اینجوری. حالا اینو تو مدت زمانی که بازی بکنید دستتون میاد. اونایی که حالا پلیر جدیدن درک نمیکنن، ولی اون قدیمی ها میفهمن دارم چی میگم. بعد دیگه اینا داستانشه که خوب بزنید و همین دیگه آقا. اینا داستانشه. من ویدیو رو قطع میکنم دوباره میام. بچه من چون گوشیم اگه بیشتر از 7 دقیقه یا عدد چیزی حدودی بشه ویدیو رو چیز میکنه، کلا نمیذاره ذخیرهش کنی، باگ میشه. آره خلاصه بدون گفتم نگاه کن چه جو میخوره، یعنی جامپ شاتش هم اینجوری باشه. این بدون پنل. الان دیگه با پنل زدم، حالا اونم خاموش کنم دیده چی میخوره. پنل قبلی که براتون گذاشتم میتونید استفاده کنید، با این روش بزنید و یه چیز سم و گاگی میشه دیگه آقا. حالا خودم دکمه تیرم هم 42 بینشون گذاشتم، بین 39 و 49 یه چی گذاشتم 42. میتونید اینم استفاده کنید، ولی برای اونایی که سنسشون سریه. و همین دیگه آقا. اینقدر خفنه داستانش. این آموزششه بچه ها، این پارت یکش. حالا اگر درخواستات زیاد باشه، لایک ها رو ببینم، ویو ها رو ببینم، براتون پارت دوشم میذارم. همین دیگه آقا. دوستان عزیز خیلی دوستتون دارم. این ویدیو هیچ پسوردی نداره، ست ادیت رو میتونید نصب کنید. برای فایل چیزشم اون کداشم دیگه پسورد نمیذارم. برای حمایت بچه دیگه پسورد نمیذارم. لطفا حمایت کنید تا بیشتر فایل بدون پسورد بذارم. همین دیگه آقا. خیلی دوستتون دارم. ببخشید ویدیو یکم کم انرژی بودم. ساعت 12:30 شب تازه از بیرون اومدم و همین دیگه آقا. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید، جاهای بد نرید. فعلا پیس.